گله تو این جگاه چه کار میکنی؟ به زیرگاه چه کار میکنی؟ مایو به دهن خوب کردی؟ نیا بابا چه بدن مرگ نیایش کنه بیداد میکندم ای تو سیکو تو ای همینه پهلو مدرم ماه گوه بیدوشه شیر نداره تو میای مایه به دهن خوب میکنی پاک شیرار میخوری؟ من به شیرگاه کلون شدم به شیر بوس کلون شدی؟ نه به شیر خوش ای خاک برنگا تو خفا کنم چشماتو رو میگی از سر تو بدر کنم ها؟ کلی میزنی باد صاحب سر میزنم با تو به دنبه خوب من میزنی کی نگی کارم تو کی یاد داده؟ کی یاد داده که بیای مایه گوه بدهن دهنم من باشه کنر سعی میکندم وخی کنه داره گو تو وخی که با خدا دل بند تو پاک میندازم تو ایشته گو میای به زیر گو عقبی گو لغت بزنه بخوره به چیش به تو چی برفتم با دکتر میگم تو بیقوهتی شیرگو بخور آخه تو که شیر بسی میامدی به در سراما کتری چی میامدی که مدر ما به تو شیر میداد نمیامدی بایا گو به در خونه میکردی نو که تو شیر میگم دکتر صاحب گفتن مثل گوساله بری بخور مثل گوساله گو تو گساله گوی نه او گفتم وخی گلک وخی برو وخی برو وخی بخوردم گو یخصد تو ایشته تو میای مایا گو ما به در خونی کنی تو وقت همه بسیار خوب برو بگو وخی یه همینه گیل گو ما شیر نداره تو چند دفعه میای ما گو به در خونی کنی دکتر صاحب گفتن صبح و چاشتشون برو سهر تو دکتر بخوره وخی برو وخی که باید بیای وخی خواهم گو میره من اینجا گو دیگه دیگه تو به پیش گوه ببینو بابا من تکلیف حساب دارم گفتن شیرگو بخور دیگه ما تو به پیش گوه ببینو ما خودی تو غب میزنم بیا مادر مایا گو به در خون کرده پاک شیرار بخورده یه همینه مادر من میگه اما چرا میگه و شیر نمیده همین ناجوره همین تو دون چیزی نمیدی تو سک و چک در شیر پیش ازی به در رخته ای هر روز میایه مادر من میگوه مرده همین گو تکتیاره ای چرا شیر نمیده نگی گیلت میای شیرار پاک میخوره گیلده با خدا یک دفعه دیگه تو ندیدو تو رو می نگاه دنگه سر به دل بکنم تو سیکو تو به من میگه دکتر گفته روز سه وعده بیا شیرار بخور روز سه وعده من میایم خاک برنگه تو شی چی هست به تو خوری و هیچی نیه چی رقمه پاشم همین گوه جمع میکنم دیگر مکنده آخرم شیر نمیده هیچی این مثل چیه ایده این ناجورم نیه این دگم نیه خرج خورم میخوره خرج خور میخوره آخرم چه کاره؟ همین گو بابا هم تا هم شم هم چیز از این کلاوان همین جمع میکنه خرج خورم میخوره هر چیز هم هست بابا هم خوبه من تو چری چین مادر تو میده چی نمیده بابا شما قطبی بگو نیه همیت سه شما نو تا شاخ بدر کنه بابا چیه؟ بگو بگو دیگه بگو من دلندروا نکن بابا به می چشمای گناهکار تیر می شدم بابا خوب دیدم گیله من خیال کردم زیر پا گوه برای پاک میکنه پیش آمدم بابا که بگم و خیال به زیر دست پا گوه میشی لگد ملیم میشی گیله میام میبینم بابا مایا گوه به در گیله که گیله گوه برای میش جوشه بابا یه چیزی بگو که اصلا من باور کنم آدم اما ندیدم مایی گوه بکشه گردن همه بند باشه اگه به شما دروغ بگم بابا شو میامدم دیدم گیله به زیر پا گوه گفت تو عبایی زیر پا گوه پاک میکنه پیش آمدم میبینم مایا گوه به در گیله که گوه میچوشه گفتم گیله گفتم مرگم افاجار تو گو خودی ایشته تو مایا گوه به در خود کردی به چوش میجوشی اینه من گوش نبودم ایچی نبوده به سراما بخورم من بیامدم مایا گوه شما به در کردم ای میخورم مرگه ای بخوره مرگه گناه ای بخوره بابا ما تابال ندیدم که آدم بیای مایی گوه بکشه همین که مملکت میزیدی که کلی درو میره به تشت کم گوه
بابا عموق در بمتر سر ادی مش ندادو که می چشما ادی به در شد گفتون لقه که داغه بخوری کتری خویر میدیشتی از سراخ و میامدی میگرفتی همین مدر کدی بگیری برای کده یک پیاله شیری به من بدین که من گوش نیو این تو اشته میای مایا گرمار به در خونه کنی تو شیرار میخوری همینه که چند روز میشه مدر نمیگه چرا همین گرم شیر نمیده این شیرار تو هر روز میامدی میخوردی میگم به خدا سر مشاخ بدر که این سور با 70 سال سند خو امروز من به گلگی سور دیدم خیلی بابا گلگ هیچ کاری بیت نیه بابا گردنم بند باشه یعنی این سوری که به روی دنیا نباشه گلگ میزن همون سوره این تا هیچ کاری به پیشی بیت نیه اصلا من نمیفهم گلگ اشته مخلوقیه بابا بله از این بعد همی که من پی همی دوارا قبل قایم میشی خوب همی که یک شفتی هم دست تو باشه یک چوی هم که پیش دو آماد همی که من پی کلیو میدونی که کلیو درونه به تلایا ما برا را عجیرم ببین مرگ ای بخورم میامد دست را میامد بری و مادر تو 2 کیلو شیر 3 کیلو شیر میداد که میبردن بخو مادر گرم میکرد میخورد خیلی بابا حالا بس تا بال می سور ندیدم که آدم بیای مایی گیو بکشه بابا میگم امشب ما میمونیم دیگه گفتم با بخترات خودی شما بریم بابا خوبه من نمازگر گوار جمع میکنم و علافی هم به سرا میبرم باز من وقتاری دیگه باز میایم سر کوهای بلند فرادو کردم از شیر خدا را دو کردم آیل شیر خدا دردم دوا کن یالا نیرولا بستکی بستکی جنجور خیریت شکر فضل خدا چی که پای بشینین که اعصاب بیا جان خرابه چرا اعصاب تو خرابه کدی جان خدا خیر پیش کنه خدا بد نده نه خدا بد نمیده از اینی دست می گلک برا شما ما کجا بریم ما چه کار کنیم لالا نیرولا گوی ما به سرمو باخچه مدام بستیه به پیش سرما خود شما بدیدیم و خبر داریم گلک میره به زیر گوی ما مایا گوی به دنخو میکنه شیره گوی پاک میچوشه میخوره یعنی این کار دیگه گردن شما بند بشنویم عقل شما گد نمیشه من میگم شما بگید این کار یک باره کار دو باره دوستا رو زمین مدرمه میگه اخوام پیارمه بگرفته که ای مرد چرا همی گوی شیر نمیده همی گوی به هرچی میدوشون 2 کیلو شیر نمیده ای چکار همی ناجور خسته نباشه همی بمورم ما به تاون میفتی همی ببر جامعه به دکتری بالاخره پیگیری ای بر میبینو گلگ میای مایاگه و دنخو میکنه پاک شیرار میخوره کجی جان بله گلک اگر هر چی باشه برار ما باشه باز رفیق تام هسته رفیق داریم ما واجب سرجا خود رفاقت تو همی تو خودی از اون محکمه که تو حالش میگه اپا بزیدیم به میگه اپا تو من خنده گیری گلک میگه اگر کجیر در دستر شما میمون او به من میته میگه ابسته که او طور ماه خوب میگه هر جا که کجیر برم من خودی میرم حالا که یک دفعه بیام آدمی شیرا گوی شما بخورده یا نه خورده دیگه گله به پیش من نکنه گلک رفیق منه گلک من خیلی مایون راست میگه بیا به من بگه کجی جوب همسایه دوست من رفیق من امی 1 کیلو 2 کیلو شیر برو بیار که من نوش جان کنم اگه ما آدم عجله شیرا گوی خورگشتم و همی تا دسته که همی هرچی دانه بده شد به ما آدم بگه دیگه چی بگو؟ حالا چند شیر خورده گله؟ من چی میفهم 2 و 3 و 4 روز همین گوی معدل خوش کرده شیر نمیده پا میه میخوره یعنی امروز 2 کیلو درسته؟ چند میشه؟ 6 کیلو میشه آره کیلو ما بوده میگوتم سر گله نکنیم دیگه خیلی این کار خوبیت نداره نکنه شیر ما بیای به من بیسته به چی آدم داری بگه ما به خدمتی میدون شیره بگه چی بگو؟ خوبه باشه اون نصیحت کنیم بفهمونیم خوبه چشم باشه ما بریم ببینم بریم میگم ببخشین اون نمازگاه که من میام به سرا بیام هر جا باشه پیدا باشه حالا که خبر ندارم از صبح که بدر شده و کجا رفته واخ مدت برای خود بفهمونیم یک پیل خوبه خوبه برای ما باشه چشم خدا به خاطر شیر این کپا گله نکنیم دیگه رفاقت کنیم وای 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 10 دفعه بگفتم که زمینی که سبستش اون نکاریم کنجد سلامت باشه ماما شکلات دقیقه ماما خیلی بخشیش باشه میایی یا نمیام پیش شما نمیایی تو سر تو با کار بنده چه کار میکنی؟ سلام علیکم ماما جیشتنه
یارم خیر سلامتی تو خوشحال خیریت البته علاج نداری که تا کنجیتا علاج میکنی ماما جو رو خور کندم می برار خو که می زمین سبست نکن کنجد هم هرچی بزو گفتم گو نه گپی نسه کنیم نصف زمین سبست نصف کنجد کار کنیم ماما جو به حرف ما کسی نمیکنه حاله نه باور کو همین تو کنجیتی به می منطقه به می صحرا نیه نمو خدا سکو زحمت کشیدیم ماما شوره دادیم او دادیم بوتی به نظر شال هم بگرفته کم دو میزده یعنی اینا شال رمزون میزنم دعا میزنم ماما جو حتی فوری برو همین یک چیزی دوایی بخر بیا نمازگاه دعا پشی کو حیفه کنجی والله میگم ماما یک چیز دیگه خوب شو شمار بدیدم بفرمایید همین گاو ماما چند روز میشه نه نخشار میکنه نه چیزی میخوره اصلا نمیته یک رقم پشمخله مادر میگفت اگه ماما شاگل عمر خور به گودری اینا داشته و میفهمه امور دیدی یک پرسان ماما شاگل بکو چی رقم ماما امیر بیاین یک سری میکردیم این گاو ما حداقل نقص شما میفهمیدیم ای بایی اور میگو از ما همین تو بود منطقه خرج خورمه خورد خرج خورمه خورد برادر گل کتر دارم خوب جمع هم میکردم نماسون که به سرا میره شیر نمیداد هیچی انا از 20 کیلو شیر بیامدود به 5 کیلو وقتی که من درکر بزدم دیگه گفتم این گیلک میچوشه گاو میچوشه بله شاید گاو شما همین مشکل داشته باشه خرج خورمه خوره نه ماما خرج خورم از ما ناجوره ماما من میفهم از ما نخشار هم نمیکنه چیزی هم زن نمیخوره آره شما ایر به دکتر نبردیم نه دیگه ما همین 2 روز میشه مادر میگفت اگه ماما شاگل با پرسان کو دیشب با مادر میگفت گفتم خوب باشه صبح من صبح وقت بیام سر زمینا خوب شد حال شما رو بدینم یعنی گیلک مایا گاو شما رو میره میچوشه برکور بدیده بودن که کلی ماهی گاو به دهن نه میچوشه گفتن چرا میچوشی گفتم من عادت دارم که شیر گاو بخورم برای گفتم ناگاه مرد می آمدی به دست سر ما به تو یک کچی شیر میدادم آخه تو چری تو کدی ما دلم دروا کدی داده همی گاو به دکتر بدم دکتر ها گفت این گاو تو هیچ مشکلی نداره یعنی ایتا بوده ها ماما بله حالا که من ارباب به من زنگ زد که یک دفعه تا دی بیا حالا که میرم هوام گرم شده نمازدگر همونطور من میام به سرا شما میام شما بیاییم همونطور من دوایی و پیچکاری و دعا دارم بخونه خیلی اضافه دارم بازم من میام نگاه میکنم برای دعایی میدونم بلکه بفته که بالیو خوبه ماما جو خیر بینه خونه آباد ماما جو خیلی مادر من تشویش میکنه میگه یک دم ای با کارت نه یا حروم چیزی نه انشالله هیچی نمیشه من دعا دارم برای میام یک رقم پیچکاری هم هست از این کمخوری گوه همونا هم میانم کار میکنم پیچکاری میکنم گولی های هم هست میدم همونا بدیم بخیر خوب میشه نمازگاه ساعت 4 و 5 همجگاه شما به سر خبر گواه خوب باشه من میایم نگاه میکنم خوبه باشه سیه ماما بخشش باشه هوا گرم شده برو به خونه برو گرم ماما جمعی علفا اینا سه کنم نمیشه دیگه مدام هوا گرمه چیکار کنه برو همی ارباب ببینم از من چی ماست چی خبره چی خوبه باشه بخیر باشه خدا حافظ شما ماما تشویش نکن تیار میشه بخیر پناه به خدا یار گیلک به 4 دست پا با تو سلام که تو نابغه تو سعی کویی به می سادگی خویشته فکر داره که برفته مایا گوی ماما شاگل و دهن کده پاک شیرایت بچوشیده تو به خدایا توبه کارایی میبینی مردم که خود فراموش میکنی من فقط میگی گوتور بخوردم گوتور کو نخوردم یک چه کشیری مردم میگم برا رو خور بگردم به نصیحت که تو نمیفهمی به خوبی تو نمیفهمی به تو پول دادم بگر نمیفهمی تو باز حالی برسی به پیش همی کجی همه در ارزش داره که بیام جلوی رو به تر را چرت داد هر چه دانه به در شد بگو چه کار کنم خودت تو به من بگو بابا من تکلیف حساب دارم دکتر گفت برو ماهی گاو به دهن خو شیر بخور آخه برا رو خور بگردم برو بخه نه بس تو ناز داره تو خراب شدی پول داره که برم گاو بخرم گاو شیری گاو نمیگم برو بخر برو با خود شیر بخر نه دکتر گفت گیتا برو مستقیم ماهی گاو مثل گوساله
و دهن خود بخورک که خاطر کچشه گو اصاب سر تو به جای آید کجیر گو به خدا انی دفعه به خاطر تو لیاز کردم دفعه دیگه برات تو گیر کنم فرض زمین میکنم آخه نکنم تو میزنم دست پاتو میشکنه ما چیکار و کنم انقدر من میتونه به توجه میزنه که مثل گوساله گوری بر راست کشه سکو برو جو ان می دفعه آخر ما به تو گفتم دیگه این کار نکنی آخرین کار با تو باشه و چه برم شیر بخره میگن ما به هر روز ما به تو پول میدم برو بخو بخر نکوی تا کارا بعده بابا اینا قوت نداره شیری که از مایی گو ریخته شد میرم او میریزم چون چی میریزم گفت دکتر گفت مستقیم مایی گو به دهن خود بخوره که اعصاب تو به سر جایه من که از اعصاب خسرگیم وقتی برو به سر زمینا برو که من میرم به عروسی خبرم خاطر وقتی برو نکوی تا کارا که مردم مقال کردی به تامی من نمیرم گو دیگه پیدا میکنم ما به تو میگم این کار بابا تا یک با گفتک مگن من سواد آخه تا یک ما نه نمیگم به تو پول بده برو بخو بخر وقتی نه رو مردم تو یک دانه گیر میکنن به خدا تا ما خبر شون دست پاتو میشکنن وقتی برو مردم که وقت ما باشم چی میکنم آخه عادی کی تا کار میکنی تاری مثلا که گونی ور برو کام قشات جمع کو و می آتش تنوری جمع کو این کارو بکن من رو سیری په تو میدم برو بخو شیر بخر برو کام آتش تنوری جمع کن بیار که باز نانه برات آتش تنوری نگردم سر مردم میسورو بابا ناری برات گوا مردم که تور میزنم آخه خو یک وعده خورده بس سوکتاله خب بخیره که خورد جال برو یک گونی ور در با تو میخرم شیر برو با نشه که ما حرکت کردم با دنبال میسورس که بخاطر به قرآن بدون بیا به دنبال بیایی